خب من تمام پست های مربوط این پروژه رو براتون گذاشتم. بازم یک ویدیو پر کردم که کسی مشکل داشت مشکل شد. این بسیار معتبر است. سوی نتورک هم خودش یکی از پروژه هایی است که بیشترین بلاک چین هایی است که بیشترین ایردراپ های روی شبکه خود داشته امسال. خب این لینک باز کنین، این اپلیکیشن دانلود کنین و روی پلی بزنین. ما قبلا دانلود کردیم. خب این اپلیکیشن که باز کنین کریت چیرپ اکانت کلیک میکنین، این مستقیم میره به سایت و شما دو سایت ایمیل خود میزنین، پسورد خود میزنین، نام خود میزنین، لاست نیم و اکسپت میزنین و روی کانتینیو میزنین. خب ایره که کانتینیو کنیم بعد از ایمیلتون تایید کنین. ما قبلا این کار کردیم و نمیخوایم که دوباره در تلفن خود دوباره یک اکانت جور کنم. خب دوباره باز من در قسمت لاگین میشین. روی لاگین هم که کلیک میکنین باز میره در سایت، ایمیل و پسورد تان وارد میکنین و لاگین میشین داخل اکانتتان. خب ما قبلا اکانت خود تنظیم کردیم. اگر شما تنظیم نکردین بعد از اون شما مراحل میاد که مثلا یک یوزرنیم انتخاب میکنین یا کد دعوت میخواین، اونا رو باید بزنین. و شما همیشه وقتی که برنامه رو باز میکنین بلوتوث خودم و لوکیشن خود فعال میکنین. وقتی که بلوتوث و لوکیشن تان فعال میکنین شما اکتیویت اسکنینگ هم میکنین. اکتیویت اسکنینگ که اینا که چالان میکنین، این تمام بلوتوث ها و وای فای هایی که دور برتون است اینا رو اسکن میکنم و سرعت از اینا رو میسنجه و از روی ازی به شما پوینت میده. شما هر چقدر که فعال نگه دارین برای شما همون اندازه پوینت میده و میتونین نمرات بیشتر بگیرین. و کیف پول خودتان هم باید کیف پول خودم وصل میکنین و یک ویدیو ما گذاشتم در تلگرام. براوزر مایسیس دانلود میکنین و کیف پول سویت در براوزر نصب میکنین و لینکش ما گذاشتم. لینک میگیرین و او را باز میکنین در سایت. وقتی که باز کردین اکانت خود داخل میشین، این قسمت میاد کانکت والت، روی سیتینگ میرین، ریواردز والت کلیک میکنین. ریواردز والت که کلیک کردین کانکت والت بزنین، سویت والت انتخاب کنین. وقتی که سویت والت انتخاب کنین باید والتان تنظیم باشه. خب ما ببینیم کدام مشکلی که داره. سویت والت باز میکنم، رمز خودم میزنم، باز میکنید. تستنت هست. ما از حالت تستنت روی منت انتخاب میکنم. روی منت انتخاب کنم که ببینم وصل میشه یا نه. خب یک موضوع دیگه است که باید در حالت دسکتاپ باشه. خود اپلیکیشن هم داخل اپلیکیشن میگه که در سایت باید در حالت دسکتاپ کیف پول خود وصل کنین. حالت دسکتاپ میگذارم و دوباره روی کانکت والت کلیک میکنم و سویت والت کلیک میکنم. سویت والت که کلیک کردم برای من خودش یک مسیج میاد در کیف پول کانکت میزنم. دوباره ساین والت آدرس میزنم که وریفای شوه و کیف پول ما موفقانه وصل شد. و شما میتونید هر روز و هر ساعتی که وقت داشتین از این اپلیکیشن داخل شوین و اکتیویت کنین و پوینت بگیرین.